درود به همگی. توی این سری ویدیو قراره بریم به سمت استان فارس و در روز 4 شهریور که زاد روز کوروش بزرگه توی خود پاسارگاد این روز رو جشن بگیریم. تا به روز 3 شهریور من با یه قیافه داغون از خواب بیدار شدم و پرده اتاق رو کنار زدم و به طلوع خورشید نگاه کردم و با خودم گفتم من باید به جشن تولد بنیانگذار این سلسله یعنی کوروش بزرگ برم و این روز رو جشن بگیرم. داره دیر میشه، باید بریم که هر ساعت برسیم به کاشان. صدام هم در نمیاد، خوابم میاد و دیگه بریم ببینیم به کجا میرسیم. بالاخره تابلو ورودی کاشان رو دیدم که همون زارتی بغلش هم سازه‌های تاریخی شروع شد. و بعد تصمیم گرفتم برم به یه عمارت خیلی قشنگ به اسم خانه طباطبایی ها. همچه جایی بعضی از جاها مثلا اون جایی بهتون نشون بدم. این مثلا از بین رفته جا اصلا یه حالته که بکس دیگه یه حالتیه اینجا به قال خودش رها شده یه نمیدونم نمیرسن چطوریه ولی امیدوارم بدتر نشه. کلن چه قشنگیه. و بعد یه سری در و پنجره قشنگ بود که سعی کردم از زاویه‌های مختلف ازش فیلم برداری کنم. اینم یکی دیگه از حیوان هاست و اینجا مثل این که پله میخوره. از کدوم سمت میشه رفت؟ آره اینجا میشه رفت. مهتابی بهار خواب. اوکی از اینجا زاویه اونجا رو داریم. نمیدونم اصلا اینجا یه حالتی بوده که آدم میشستن یا اون بر بود نمیدونم. این چه یه بادگیر داریم بالا که درها واقعا برای قد من ساخته شد. همچه حالت بلد شد. این دره خیلی کوتاه بود دیگه ولی کلن درهای نسبت به خود کوتاه هم. اینجا هم یه جای باحالیه. این کوزه ها رو آویزون کردم. من نمیدونم داستانش چیه ولی جالب بود. من در تلاش اونجا وایسته. گوشیم داغ شده باشه. و بعد به یه استبل رسیدم که چیز خاصی هم نداشت.
و البته یه پله خیلی عجیب و صعب العبور که اگه بگی پله ها به کدوم سمت میرسه نمره مثبت داری. اصل داستان اینجا بود، من داشتم سگچرخ میزدم میخوادی همچین جایی و تقریبا مطمئنم که عاشق اون 5 تا پنجره اون بالا شد. و این معماری زیبا، تو رو خدا به این سقف نگاه کنید. و بعدش یه خورده اونورتر به یه خونه به اسم بروجردی ها رفتم. و اینم خیلی افسرده اونجا منتظرم بود. داستان اینجا مثل که اینطوری بوده که داشتم تو اینترنت میخونم. خانه طباطبایی ها که الان رفته مثل که دختر داشتن، یه طباطبایی ها، و یه شرطی برای پسری که برای خواستگاری دخترشون اومده بود میذارن. میگن بعد یه خونه‌ای مثل خونه ما داشته باشی تا بتونی با دختر ما اصطلاح ازدواج کن. و این داستان ساخته این خونه است. اون پسر میاد و خونه رو میسازه و اسمشون دقیقا ندیدم، فکر کنم ننوشته بود، ولی داستان جالبی بود که گفتم بذار بگم و خالی از لطف نیست. و بعد رفتم داخل ساختمون و دیدم چقدر قشنگه. چون این صورت نداره ولی از سیسش معلومه پادشاه قاجاره. این صورت داره، این نداره، نمیداره، این چرا داره نمیداره. و با این عکس خفن از اینجا خداحافظی کردم و به مکان بعدی رفتم که چیزی نبود جز شهر زیرزمینی 1500 ساله از دوران ساسانی. اومدیم شهرهای زیرزمینی. ایول، قدم بلنده برای اینجا، کلم میخورن. من رفتم رکوع داشتم اینجا کمردرد گرفت. وضعیت من ببینید.
اینجا باید امیدوارم بهتر شه. آخه چاته باله خونک چیه چاته چاته مرد حساب نه نمیگم چاته. اینجا تاریکه محل جدید بده که نه اینجا راه نداره بریم. اینم از حمام فین کاشان. آدم اینجا براتون دیگه یه رب دیگه هم میبنده. خیلی قشنگه و اینجور حرفا. من تو این یه ربه دارم میگردم ببینم اون جایی که امیر کبیر به قتل رسیده رو پیدا میکنم یا نه. دقیقا نمیدونم کجاست، یا باید بپرسم یا یه نمیدونم. این بر مثلا سالم تره، این حس قلعه رو قشنگ به میده، خوشم میاد ازش. باله اون برم چیزا داریم یه جای دیگه است برم بودم اونجاه. اینم همون جاییه که ایشون مترس. و بعد به یه حوزه آرزوها رسیدم که مثل این که مردم آرزوهای زیادی دارن. بله مردم همیشه در صحنه رو داریم که کارتفان انداختن دیگه یه سرشه دیگه پولا بیاد. ماهی ها اونجا عاشق این پولام فقط نه روزداری. و بعد هم با این چند تا عکس از کاشان خداحافظی کردم و رفتم به سمت اصفهان و این داستان ادامه داره.